جمهوری اسلامی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. افسران ضبط المناط سربازان قرارگاه قماندانی خطه گمرکات و نظام ترتیب افتخار تشریف آوری شما را دارد. ترتیب کننده سمونیات شیخ شفیع الله بچه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. خوشحاله یم چې نن د تاسو په حضور کې د تاسو ځوانانو په حضور کې چې د دې ملت او د دې ملک ساتونکي یاستئ واقع شوی. الله مو تاسو ته توفیق د دې وظیفې عطا کا او مونږ ته هم د دې توفیق عطا کړي چې خپل وطن خپل ملک خپل وطنوالو ته خدمت وشو او تاسو ته په هره برخه کې د ستر الله نه کامیابي غواړم. کامیاب اوسئ، موفق اوسئ. مونږ انشاءالله در سره یاستو او د تاسو ځوانانو په همت سره زه مطمئن یم چې دا ملک هم آزاد وي هم آباد وي. آبادي د دې ملک هم د تاسو په همت پورې تړلې ده او زه مطمئن یم چې انشاءالله هغه ورځ به راشي چې په موږ ملک کې امن و صلح و ثبات حاکم وي او افغانستان د هغه ملکونو په قطار کې ودرېږي کوم چې نن په نړۍ کې د پیشرفته ملکونو په جمع کې دي. الله مو کامیاب لره. تاسو نه خدای پاماني کوم. السلام علیکم ورحمت الله. معزز ورور جنرال صاحب، گرانو حاضرین و خویندو و ورونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د هر څه نه وړاندې د افغانستان د 101 کالیز د آزادۍ کالیز مانځنه تاسو ټولو ته مبارک وایم. موږ د آزادۍ مانځنه کوو په دې خاطر چې دغه روحیه په موږ کې موجود وي او د موږ په نسلونو کې موجود وي. که چېرته موږ راوګرځو د افغانستان تاریخ ته، د افغانستان په هر مرحله د تاریخ کې چې کله هم د تجاوز سره مخامخ شوي دي، د افغانستان باتور ولس، قهرمان ولس بېسارې قرباني ورکړي دي. هر مرحله د تاریخ کې چې تاسو وګورئ، افغانان نر او ښځې د استعمار او استبداد او استکبار په مقابل کې درېدلي دي او په میلیونونو شهیدان ورکړي دي تر څو چې دا خاوره آزاد وساتي او تر څو چې په خپله حر او آزاد واوسي. په دې خاطر موږ دغه ورځ باید ولمانځو. دا د استقلال ورځ ده. موږ 101 کال مخکې د انګریزانو د استعمار په مقابل کې وجنګېدو. د موږ باتر ولس، قهرمان مجاهد ولس وجنګېدل تر څو چې د افغانستان آزادي ترلاسه کړي. داسې اسانه خبره نه ده. په نړۍ کې، په ټولو نړۍ کې اولین ملک په دې سیمه کې افغانستان و چې انګریزان یې د سیمې نه وویستل. دغه قهرماني او دغه شجاعت د ستایلو وړ ده. موږ دغه ورځ ستایو او دغه ورځ مانځنه کوو تر څو چې موږ په نسلونو کې دا روحیه موجوده وي چې د اسارت او غلامۍ ژوند نشو کولی. چې هر څوک وي، چې هر استعمار وي، چې هر استبداد او استکبار وي، د هغه په مقابل کې موږ په میړانه درېږو او یو ورځ هم نشو زغملی چې خارجیان په موږ حاکمان وي. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. من همونطوری که عرض کردم در طول تاریخ افغانستان این ملت قهرمانی بیشماری دارد، مبارزات بیشماری علیه استبداد استکبار انجام داده، ولی متاسفانه بعد از هر آزادی ما نتانستیم که آبادی را به وجود بیاریم. زمانی که آزادی با آبادی همراه و همگام نبود، دوباره اسارت بار میارد. ما تاریخ خود ورق بذاریم ببینیم زمانی که ما در مقابل استعمار انگلیس مبارزه کردیم، مردم ما چه نوع قربانی نبود که ندادن، قهرمانی بیشماری را نکردن، ولی بعد از اینکه آزاد شدیم متاسفانه در طول سالیان متمادی ما نتانستیم که کشور خود آباد کنیم. زمانی که از نگاه اقتصادی، اجتماعی، کلتوری، سیاسی نتانیم کشور آباد کنیم، هر کسی، هر استعمارگری چشم امید بر کشور ما می‌دوزد. افغانستان موقعیت سوق الجیشی دارد. افغانستان موقعیت دارد که در قلب آسیا واقع شده. به این خاطر همیشه که ببینیم کشورهای استعماری طمع حاکمیت بر کشور ما را داشتند. همین بود که اتحاد شوروی زمان هم در افغانستان یورش آورد. افغانستان به نیت اشغال دائمی تجاوز کردند و اشغال کردند، ولی فرزندان قهرمان همین سرزمین یک بار دیگر در پیشگاه خدا و ملت خود با همت بالا، با غیرت و شجاعت در برابر استعمار مبارزه کردند و سالها قربانی دادند، بیشتر از میلیون شهید دادند تا کشور خود بار دیگر آزاد کنند. این بار نه تنها که در سنگرهای نظامی تانستند که
دشمن شکست بدن که در سنگر عقیده و فکر هم کمونیسم به شکست مواجه شد و جزء از تاریخ گشت. شما امروز ببینید اتحاد شوروی زمان به 17 ملک دیگه تقسیم شده و دیگه اثری از کمونیسم باقی نمانده. دیگه نه مارکس و نه انگلز و نه لینن با نظریاتشان ذهن مردم تغییر داده میکنه. ملت ما ملت مسلمان و ملت قهرمان است. هر زمان هر استعماری که بخواهد که در اینجا مسلط شود و حاکمیت پیدا کنه، این خواب است و خیال است و محال است و جنون. مطمئنم که این ملت قهرمان به هیچ کسی تسلیم نخواهد بود. ولی چیز مهمی که ما داریم خواهرها و برادرای عزیز، چیز مهمی که داریم یک تعهد ایمانی را ضرورت داریم که به خاطر آبادانی کشور خود تلاش کنیم. ما به خاطر آزادی هر نوع قربانی را دادیم ولی به خاطر آبادی هیچ تلاش مثمر را که متضمن آبادی کشور ما باشه تا آن انجام ندادیم. و این تعهد است که با خدای خود، با ملت خود، با خون شهدای خود، با اشک مادران خود، با فریادهای طفلای یتیم خود می‌بندیم که جز خدمت به شما و جز خواست شما و جز آبادی کشور خود و جز رفاه و آسایش مردم خود دیگر هیچ چیز میاد قرار نمیدیم. دیگر این تعهد میکنیم که با فساد و با مفسد مبارزه میکنیم. عزیزان، امروز هویت ملی ما سقوط کرده. امروز افغان در هر کجای دنیا وقتی که سفر میکنن با یک شیوه خراب با او برخورد میکنن. از جیب او دزدای بزرگ ما که از این مملکت دزدی کردن، پولای زیادی را اندوختن، جیبایشان پر شده، از جیب از او کسی خبر نداره ولی با پاسپورت افغانیش که هویت ملیش است با او برخورد میشه. بنان این پولای دزدی، این غارت و چور و چپاول و خیانت و رشوت نتونسته به او عزت بده، بلکه زمان ما عزتمند خواهد بودیم که هویت ملی ما بلند برود، مملکت ما عزتمند شود. زمانی که مملکت ما عزتمند شد، هر فردی از این مملکت با عزت در هر کجایی که بخواه زندگی میکنه، سفر میکنه و میگرده و برمیگرده. ما ضرورت به اینمتر یک حالت داریم، ضرورت به وحدت قوی به خاطر مبارزه علیه هر نوع فساد داریم. ما در وزارت مالیه که در حقیقت خزاندار مملکت ما است، در اینجا اول باید تعهد بکنیم که هر کسی که با فساد دست زد خود ما و شما جلوش بگیریم. مفسد اجازه ندیم که در بین ما نفوذ بکنه. یک روپیه را که کسی رشوت میگیره، کسی خیانت که میگیره از این مردم، باور کنیم که این یک خیانت ملی است که از جیب فرد مردم ما دزدی میکنه. کسی که در گمرکات ما، کسی که در جاهای دیگه ما میرن و دزدی میکنن، رشوت میگیرن، خیانت میکنن، اینا در برابر همه ملت ما، در برابر همه مردم ما اینا محکوم و مورد مؤاخذه باید قرار بگیرن. به این خاطر یک تعهد ملی را ما ضرورت داریم و تا زمانی که اگر میخوایم آزاد باشیم باید آباد باشیم و آبادی را زمانی به دست آورده میکنیم که با صداقت و ایمانداری به خاطر آبادانی کشور خود کار بکنیم. با فکر از این نباشیم که من امروز پول رشوت و خیانت جمع بکنم تا بتانم زندگی مرفه برای فامیل خود بسازم. باور کنیم که هیچ زندگی مرفه‌تر از عزت ملی ما نیست. زمانی که ما عزتمند باشیم، در پیش جهان عزتمند باشیم، او زمان است که ما احساس میکنیم که دیگر افغانی نیست که در کشور او را به نام مهاجر خطاب بکنه و در کشور به نام پدرسوخته و پدرسک خطاب بکنه و در کشور به نام اجنبی و
اجنبی خطابش بکنن، عجمی و اجنبی خطابش بکنن و در کشورهای دیگه هم به نام پناهنده خطابش بکنن. دیگه از این حالت باید خارج شویم. از این حالت زمان خارج شده میتونیم که ما مردم ما تعهد بکنن. ما کشور فقیر نیستیم عزیزان، فقیر نگه داشته شدیم و نگه داشتن فقر ما به خاطر استعمار بوده. هر زمانی تلاش بمی بوده که ملت‌های فقیر زمانی که دست حاجتش برای دیگران بلند باشه اونا تابع دیگران میشن، میتونن از این ملت مزدور بگیرن و نفع خود استفاده بکنن. زمانی که ما غنی باشیم دیگر کسی نمیتونه با پول مردم ما رو بخره. افغانستان از نگاه امکانات مالی یکی از کشورهای غنی در این منطقه است. هیچ کشور نظیر کشور ما شما از نگاه منابع طبیعی نیست. این حرف من نیست، حرف است که امریکایی‌ها در مطبوعات خود نوشته میکنن. در واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، شیکاگو تایمز، در هر کدامش راجع به غنای افغانستان نوشته میکنن. مضمون که عنوان میکنن میگن که افغانستان کشور غنی فقیر. بعدش این مسائل تشریح میکنن. در نهایت همین مضمون نوشته میکنن که لیتیم افغانستان معادل است با همه نفت سعودی از نگاه ارزشی. تنها یک لیتیم ما. آره منابع جدیدی که کشف شده، بزرگترین معدن طلای جهان در افغانستان است. معدن طلای زرکشان بزرگترین معدن طلای جهان است. معدن مس عینک بزرگترین معدن مس جهان است. و لیتیم افغانستان بزرگترین معدن جهان است که آینده جهان، اقتصاد جهان وابسته به لیتیم است. چرا؟ نفت رو به اختتام است. تا 20 سال دیگه نفت از بسیاری کشورها ختم میشه و بدیل نفت لیتیم است که میدانند که به طرف برقی شدن جهان برود و برای برقی شدن ضرورت به لیتیم وجود دارد. و این زمان ما میتونیم که انجام بدیم که متحد باشیم با آرمانهای ملی خود برای آزادی کشور خود. اگر ما میخوایم که کشور آزاد داشته باشیم باید این کشور آباد بکنیم. آزادی بدون آبادی ناممکن است. ما دیدیم هر زمانی که قربانی دادیم، شهادت دادیم، همه رنج و درد متقبل شدیم، همه فریادهای جانگداز مادرای ما در فضای کشور ما با صداهای توپ و تفنگ تیارات در هم پیچید. ما دیدیم که صداهای الله اکبر مردم ما در تجاوز با روس‌ها در افغانستان در همیش شهر کابل فضای کشور پر کرده بود. دخترای با ایمان این سرزمین در برابر تانک‌های اتحاد شوروی زمان قرار گرفتند و الله اکبر گفتند. چرا الله اکبر باید میگفتند؟ به خاطر که در اون زمان باور به این بود که شوروی ابرقدرت است، بزرگترین قدرت است، ولی او خواهر مسلمان من با یک چادرش در برابر تانک قرار میگیره و میگه که خدا بزرگ است، نه تو، نه اتحاد شوروی. و نتیجهش هم دیدیم که همین فریادها و همین اراده راهنین و همین قیامهای بزرگ سبب شد که همو ابرقدرت زمان به شکست مواجه بکنه و از افغانستان اخراج شد. حال هم ما ضرورت به آبادی کشور خود داریم. متاسفانه بعد از این همه قربانی نتانستیم آبادی را به وجود بیاریم و نتیجه همیست که هر روز ما خرابتر شده میره. حال یک تعهد ملی ضرورت داریم. دیگه به کسی اجازه نمیدیم که در بین ما تبلیغ پشتو و فارسی و تاجک و ازبک و هزاره را بکنن. مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن همه اقوام برادر و با هم هستند، از خود ما هستند. هیچ کسی نمیتونه که این گپه بزنه. دیگه پاسپورت تو را کسی پرسان نمیکنه که تو افغان است، تو پشتون هستی، تو تاجک هستی. میگه تو افغان است، افغانی است. با ما با افغانی برخورد میشه و ما هم باید افغانی معامله بکنیم و این افغانی معامله کردن ما آبادی کشور ما
و آزادی واقعی در کشور ماست. هر زمانی که ما کشور خود آباد کردیم، او زمان ما واقعا آزاد میشیم. او زمانی که متکی به بیگانه نبودیم، او زمانی که دست ما بر دیگران دراز نبود، او زمانی که ما محتاج کس دیگه نبودیم، دیگر امکانات مادی خود ما سبب از این خواهد شد که افغانستان آزاد و آباد داشته باشیم. دیگر فرزندای این سرزمین خود به اقیانوس ها نخواد بزد تا به زندگی مرفه اروپا دست پیدا بکنه. به خاطری که این جوان ما باید بفهمه که من همه چیز دارم در اینجا، ضرورت به همتم، به شهامتم، به غیرتم، به تلاش مستمرم داره که کشور خود آباد کنم و این کشور که آباد شد دیگه همه نسل‌های ما نسل آباد و آزاد خواهد بود و انشالله که این آرمان همه ما شما برآورده خواهد شد. ولی زمانی که ما تعهد قوی داشته باشیم که در برابری هر نوع فساد مبارزه میکنیم، با هر زورگو و قلدر مقابله میکنیم، به هیچ کسی سر تسلیم فرو نمیاریم جز پروردگار. شما مسلمان هستید، وقتی که در نماز ایستاد میشیم امی دست خدا که بالا میکنیم الله اکبر میگیم، نیت کرده الله اکبر میگیم. چرا؟ به خاطر که ما در 5 وقت نماز تکرار میکنیم که من به خدا تسلیم هستم، الله اکبر، جز خدا به هیچ کس دیگه تسلیم نیستم. وقتی به رکوع میریم پیش از اینکه اراده به رکوع میکنیم که به رکوع برویم، بعد از او الله اکبر میگیم که در این زمان در برابر هیچ کس جز خدا سر تعظیم فرو نمیاریم. و همینطور که وقتی به سجده میریم بازم الله اکبر گفته به سجده میریم، در اونجا هم باز میگیم سبحان ربی الاعلی. این درس است که برای زندگی ما آزادگی را درس میده، آزادگی و حریت درس میده. دیگه ما به کسی تعظیم نمیکنیم. من یک زمانی در پارلمان رفته بودم، در زمانی که در وزارت اقتصاد بودم. وقتی داخل شدیم در پارلمان، وزرایی که همراه ما بودن اینا هر کدامش سر پایین میکردن، با میهر قطار وکلای محترم سر خود پایین میکردن، سلام علیکم میکردن. ما که داخل شدم دست بالا کردیم سلام علیکم جمع. یکی از وکلای هرات بود، از خانما سرما صدا کرد که در اینجا مغرور است، برای روز رای گرفتن آمده و مغرور است، هنوزم مثل دیگرای احترام نمیکنه. ما گفتم خواهر جان مرا گفتی؟ و بله همونطور که شنیدی گفتم تو را. گفتم من جز خدا در برابر هیچ کسی تعظیم نمیکنم، هیچ کسی. سر ما در برابر هیچ کسی پایین نمیکنم، در همه زندگی ما نکردیم. به خاطر که من مسلمان هستم، باورمند هستم، عقیده‌مند بنی هستم که جز خدا در برابر هر کسی سر پایین کردن شرک است. جز خدا در برابر هر کس تعظیم کردن خلاف عقاید فکری و اسلامی ماست. باز وقتی که خلاص شدیم در وقت رایگیری آمد گفت که ما کلی با تو رای میدیم. به هر حال این به خاطر گفتم که ما با این اعتقاد داریم، این راه ماست. ما انشالله که یک افغانستان آزاد و آباد داشته باشیم و همه ما در این راستا تلاش بکنیم. ما با 2 معیار میتونیم که با این هدف برسیم. یکی معیار عقیده و فکر مردم ماست، دوم معیار منافع ملی مردم افغانستان. برای ما منفعت‌های ملی مردم افغانستان است، هر چیز اهمیتش بیشتر است. دیگه در افغانستان صرف منافع مردم خود میخواهیم و آبادی کشور خود میخواهیم و زمان شاهد خواهد بودیم. اگر ما نبودیم شما نسل جوان ما شاهد خواهد بودیم که افغانستان مردم احترام میکنن. در وقت جهاد من از کانادا میرفتم به امریکا. در میدان هوایی کانادا امیگریشن امریکاست، در خود میدانش. بعد از یک مسافه 50 متر به طرف نوشته است که خوش آمدید به امریکا. در میدان خود ترمینال کانادا. وقتی که پیش رفتم اینمتر پاکول و پیرانتنبان در جا می بود،
پلیس های ایمیگریشن بسیار مردم های خوش برخورد هستند، خوب برخورد ندارن. خب ما وقتی که داخل شدم در اموجه که روان شدم، پلیس ایمیگریشن از اینجا خود پایین شد، همین دست خود همینطور میکرد که زنده باد افغانستان، زنده باد مجاهدین افغانستان. ما حیران شدم، مردم کلی حیران شد که چی است؟ پیش گرفت مرا گفت که میفهمی که مردم افغانستان قربانی داده که من در اینجا احساس آزادی میکنم. قربانی مردم افغانستان هیچ کس فراموش کردن نمیتونه. دیگه حالی که خودت که دیدم بسیار خوش شدم که این یکی از اون جمله کسایی که در آزادی و رفع تشویش ما سهم داشته اینجا آمده. گفت امریکا میخوایی چقدر وقت باشی؟ گفتم من صرف 3 سال در میدان هوایی نیویورک منتظر پرواز بعدی میباشم. نه اونجا چرا نمیباشی؟ گفتم من خب ویزا ندارم. نه ویزا اینا رو ما برات میدیم، 1 هفته ویزا خب اونجا اقل 1 هفته باش. ما اونجا رو استقبال دیدم که از افغان میشه. امیدوار هستیم که روز باز هم برسه که افغانهای ما در هر کجای دنیا عزتمند باشند و با اونا برخورد عزتمندانه صورت بگیرد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آزادی در پاچاهی لا تیره کا، آزادی پاچاهی لا تیره کا چې د بل د حکم لاندې شي ځانتان شي. د افغانستان د جهاد د سپېڅلي جهاد رهبر او د مالیه وزارت سرپرست جناب وزیر صاحب د ستاسو د هر اړخیزو وینا څخه نړۍ مننه. وکیل صاحب خوش آمدید. د پروګرام د دې برخه کې د شهداو د ورثه په استازیتوب استاد مطیع الله ته بلنه ورکوو چې د لوچ مخې ته تشریف راوړي. ټیټ مې مه بوله، غورځنګ راباندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه دمخه جناب محترم وزیر صاحب او محترم اوزارو ته د استرداد استقلال کشور خپل افغانستان مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې افغانستان لکه څنګه چې وزیر صاحب محترم وفرمایل تل همداسې بریالی، کامیابه او مستقل یو مملکت. غواړم چې د شهداو په نمایندګۍ د محترم د وزارت مالیې د رهبرۍ څخه مننه وکړم چې موږ ته همیشه د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې موږ سره ډېرې همکارۍ کړي، خصوصا په دې برخه کې موږ سره د ګمرکاتو د قطعې قماندانۍ د همکارۍ څخه موږ ډېر منندوی او تل دې خوشحاله، کامیابه، سرفرازه اوسي. مننه ډېره زیاته. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. افغانستان لپاره خدمت د افغانستان لپاره خدمت کوم. عاشقم بر شکوهت، به از در بود سنگ کوه.
و بر خمسان خدمت میکنم. و من هر کجایی زه خپل ګران افغانستان ته خدمت کوم. توی جان فضا ای دیارم و من هر کجایی که باشم توی جان افغانستان برای خدمت کوم. وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن قلب من هستیه محترم ملواسوا زه څارمن انتخاب د خپلې تقدیرنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم. ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم در افغانستان لپاره خدمت وطن عشق تو افغانستان لپاره خدمت کوم. وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم. من به همه همکاران عزیزی که در اینجا تشریف دارم، همه همکاران وزارت مالیه فکر میکنم هستم، به من تبریک میگم که در ریاست و در رهبریت این وزارت شخصی اومده که بیشتر که خودنا گفتم صحبتان ما شما شنیدیم که سر تعظیم به هیچ کس برون نمیادن جز خداوند. ما شما میفهمیم که این عمر کوتاه ما بسیار کمه و ما به اون دنیا رفتنی هستیم و خوبه که مخصوصا شما عزیزانی که در وزارت کلیدی افغانستان وظیفه انجام میدیم و مسئولیت داریم به این باور باشیم که ما پاسخگو هستیم به دنیا. سالهای ساله که وزارت مالیه مشکلات‌های زیادی داخل خود وجود داشته و یک عده متاسفانه در این وزارت کار میکردن که واقعا چوب چپاول کردن. امروز من روزی که بیرون از افغانستان بودم وزیر صاحب من حیث سرپرست معرفی شد من واقعا اشک شادی ریختم به خاطر که من عادت چاپلوسی یا ترس و بیم از کسی ندارم. من به کمیسیون تفتیش مرکزی هستم و افتخار از این دارم که با مافیا میخوام مبارزه کنم. به خاطر به تفتیش آمدم و وقتی که وزیر من حیث سرپرست وزارت مالیه معرفی شدم من واقعا خوشحال شدم. شخصی است که واقعا با فساد مبارزه میکنه و خیلی دوست دارم شما عزیزان همکار باشیم با وزیر صاحب و من هم یک قطره کوچکی باشم در پهلوی شما برای از بین بردن فساد حداقل در وزارت مالیه، چون به کمیسیونی هستم که خیلی مهمه و فوکس ما وزارت مالیه هم هست و کسانی که تا حال چور و چپاول کردن به این باور دیگه باید باشن که امروز افغانستان میخوایم مبارزه کنه و حق باید به حقدار برسه، نه یک فردی که دیروز هیچ چیز نداشت امروز بلدینگ ها داره ولی فقیر ما فقیرتر شده. خانواده شهدا واقعا حتی من مادران رو میبینم که شایها خودم از دست بدادم و فرزنده خودم به خاطر این خاک از دست بدادم، اما متاسفانه امروز نصابشان خونه دارم ولی یک عده افرادی هست که پول بیت المال به جیب خود زدن و در کشورهای دیگه ایشونش میکنن. من زیاد صحبت نمیکنم، سپاسگزاری میکنم که من اینجا آمدم و دعوت کردیم. در واقع فقط میگم افتخار میکنم به وزیر صاحب و شما هم ببالیم به همچین کسی که در این رهبریت این وزارت اومده. سپاسگزارم.